در 2 ماه گذشته بنیاد خیریه نصیر با هدف تامین آب و آشامیدنی سالم 26 چاه آب در ولایت‌های کابل، غزنی، پکتیا، کاپیسا و لوگر حفر کرده است. این چاه‌ها با سیستم‌های سولر و ذخیره‌های آب و واتر پمپ‌ها مجهز شده‌اند. هر یک از این چاه‌ها برای استفاده از بیش از 50 خانه و وضوخانه‌ها طراحی شده است و به همین جهت می تواند تاثیر مثبتی بر زندگی بسیاری از خانواده ها داشته باشد. با فراهم سازی این منابع آبی، مردم این مناطق اکنون قادر خواهند بود از آب سالم و پاک بهره مند شوند که این امر به طور مستقیم به بهبود سلامت و کیفیت زندگی آنها کمک می کند. بنیاد خیریه نصیر بر این باور است که بهترین صدقه عام است. و همین دلیل تلاش می کند تا پروژه هایی را اجرا کند که از منافع عمومی برخوردار باشد و به نیازمندان کمک کند. این اقدامات نه تنها در جهت رفع نیازهای فوری خانواده ها است، بلکه به ایجاد زیرساخت های پایدار نیز کمک می کند.